قسم به عمر خدا خورده است که عمر را به فایده رفته است. پیغمبر صلی الله علیه و سلام اومدگی بوده است غم عمر ما را میخورده. پیغمبر غم امروز بازار و فابریکه و زندگی و پس شدن پول و بلند شدن بنزین و این شد و این پروای این نداره. پیغمبر اومده که برای ما غم عمر منخره، عمرتون بهوده رفته است میگه. برای همین سوره ها را کسی اگر فکر کنه ضرر و فایده جدا کرده میتونه. سوره عصر این خدا قسم به زمان خورده است. ای مردم همین به زمان قسم میگه عمرتون بهوده رفته است. پیغمبر برای عمر ما گریه کرده بوده. یک سر مون برداشتیم 50 و 60 شدیم. فکر میکنی هیچی، فکر کردن در کره هیچی. همه همی ثواب سحر میبیاییم، محنت میکنیم، زن میخرونیم، فرزند میخرونیم، میپشونیم، زن و شوهر، همه این جنتی بودن، همه این ثواب. انا همین آدمای فکر کنن برابر ده همین اطاعت خدا را پیش برن، همین آدما وقت بریدن.